به نام خداوند بخشنده و مهربان و بعد السلام علیکم دوستان عزیز گرامی. قرآن عظیم الشأن برای شخص مسلمان نور قلب، صفای روح و روان و دستور زندگی است. این کتابی که معجزه آخرین خداوند بر آخرین پیامبرش است، برای مسلمانان در امور دنیا و در امور آخرت راهنمایی ها، هدایت ها دارند. او تعالی از شرافت و جلالت و عظمت و برکت این کتاب خبر داده در سوره اسراء فرموده: این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. همانا بیشک این قرآن کتابی است که به مستقیم ترین راه، به صحیح ترین راه راهنمایی میکند. مفسران در تفسیر کلمه اقوم گفتند اعلا و اعدل فی الاعمال والعقائد والاخلاق، یعنی قرآن به سوی راستترین، درستترین، والاترین و صحیحترین عقیده ها و اخلاق و رفتارها و کارها هدایت میکند. هر که به حقیقت به این کتاب روی آرد و پیروی راستین این کتاب شود، البته کاملترین انسان است. امروز در این برنامه با قاعده دیگری از قاعده های قرآنی خواهیم بود. قاعده سوم ما در مورد مناسبت انسان با مال، در مورد مال و مالداری، ثروتداری و توانگری. قاعده امروز ما قاعده است که در نتیجه بیخبری از این قاعده خیلی کج‌فهمی ها در دین صورت گرفته، خیلی خلل ها، خیلی مشکلات ملاحظه می شود، به نظر می رسد که فهم این قاعده این مشکلات را، این کج‌فهمی ها را اصلاح می سازد. عده از مسلمانان بر غلط گمان می کنند که دین اسلام دینی است که از کار و بازار و تجارت و دنیا انسان را پره کنده می سازد، تنها توجه او را به آخرت جلب می سازد و چون این گمان می کنند که انسان هر قدر از مال دنیا کمتر داشته باشد نزد خدا مقربتر و محبوبتر است. اما حقیقت این است دوستان گرامی که یکی از بزرگترین و یکی از مهمترین خصوصیت های این دین بزرگ اسلام این است که هم دنیای انسان را به نظر گرفته، هم آخرت او را. در این دین نه افراط وجود دارد نه تفرید. یک توازن عادلانه خداوند برقرار کرده. در احکام و آداب این دین این توازن همیشه به نظر می رسد. از نگاه انسان آنگونه که از آخرت غافل شدن، بیخبر شدن، در اندیشه آخرت و روز حساب نبودن کار زشت است. اسلام منع کرده از این چنین از دنیا غافل شدن را نیز منع کرده است. این حقیقت قرآنی، یعنی وجود داشتن توازن میان دنیا و آخرت، در این آیه کریمه، در این قاعده قرآنی که مورد آموزش برنامه امروزی ماست به طور واضح دیده می شود. قارون وقتی که به مال و ثروتش مغرور شد، فریفته شد و کبر و غرور را پیشه گرفت و به حضرت موسی علیه السلام که پیامبر آن زمان بود اطاعت نکرد، عده از قومش او را نصیحت کرده گفتند وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصیبک من الدنیا. یعنی به اون نصیحت کرده گفتند ای قارون، به این مال و دارایی که خداوند برایت داده است آخرت بجوی. وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، این همه مال و دارایی که خدا به تو انعام کرده وسیله رسیدن به رضای خداوند بگردان. به این مال جنت را بخر، نعمت ابدی آخرت را بخر. ولی ما نمیگوییم که همه مالت را خرج و صرف کن، در راه خدا صدقه کن. ولا تنس نصیبک من الدنیا، و نصیب خود را از دنیا ترک مکن. یعنی از دنیا بهره ببر، از این مالت استفاده ببر، خوب بخور و خوب بپوش و نرم و فارم سوار شو و هرچی میخواهی در دایره حلال ازدواج بکن. اجازت داری که از نعمتهای دنیا که به راه حلال به دست میاری و در دایره حلال و بدون اسراف و بدون فخر فروشی و شهوت پرستی باشد تمتع بجوی، استفاده ببر، حلال است، اجازت است. ولا تنس نصیبک من الدنیا. قانون خداوند، هدایت قرآن این نیست که انسان ترک دنیا کند، کوه رفته یا غار رفته یا معبد رفته، آنگونه که در تعلیمات دینهای تحریف شده وجود دارد. این گونه تعلیمات رفته پشت عبادت شود و ترک دنیا کند و نفسش را و جانش را اذیت کند. این در اسلام مردود است، نامقبول است. امام آلوسی از تابعی بزرگوار که یکی از بزرگان و پیشوایان تابعیان و مفسر بزرگوار است، از حسن بصری، در تفسیر این آیه، این جمله قرآنی که لا تنس نصیبک من الدنیا آورده که امام میگفتند یعنی وقدم الفضل و امسک ما یبلغک،
یعنی مال زیادتیت را به نزد خدا بفرست با راه خرج کردن و صدقه کردن به محتاجان و یتیمان و فقیران. مال زیادتیت را به نزد خدا بفرست و امسک ما یبلغک، آن مقداری که به آن نیاز داری در روزگارت، آن مقداری که به آن محتاج هستی نزد خودت باقی گذار. یعنی هم دنیا را به این آبد گیر و هم آخرت را. توازن وجود دارد در دین اسلام. پس دوستان گرامی، دین اسلام دینی است که در آن رهبانیت نیست. رهبانیت یعنی ترک دنیا، ترک بازار، ترک تجارت و کار کردن و همیشه به عبادت مشغول شدن، به کوه رفتن، به معبدی در آمدن، ترک ازدواج و ترک کار و جمعیت کردن. این در دین ما کاری است مرفوض و نامقبول. بلکه در اسلام چنین قانون است: ولا تنس نصیبک من الدنیا، نصیبت را از دنیا نیز فراموش مکن. دین است که در این دین قاعده دیگر است که در حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله آمده: و ان لنفسک علیک حقا، تن و جسمت و جانت بالای تو حق دارد. حق جسمت را نیز باید ادا نمایی، آنگونه که خداوند بالای تو حق دارد، همسرت حق دارد، قرآنت حق دارد، نمازت، دینت حق دارد، جسم و جانت نیز بالای تو حق دارد. باید حق هر یکی را ادا نمایی. پیامبر صلی الله علیه و سلم به عمرو بن العاص که از یاران بزرگوار خود، آنگونه که در حدیث امام بخاری در ادب مفرد و اینچنین امام احمد نیز این حدیث را روایت میکند آمده، به این صحابی گفتن: نعم المال الصالح للمرء الصالح. چه خوب مال نیک اگر در دست مرد نیک باشد. این چه خوب مال حلال اگر در دست مسلمانی بیدار دل باشد. نعمت بالای نعمت است. علامه اقبال به این حدیث نبوی در بیت خود اشاره کرده، میگوید: مال را گر بهر دین باشه حمول، نعم مال صالح گوید رسول. گر نداری تو در این حکمت نظر، تو غلام و خواجه تو سیم و زر. مانع نیست، یعنی من نیست، گناه نیست که انسان مال داشته باشد، ثروت داشته باشد، اما گناه این است، عیب این است که این ثروت را از آخرت غافل سازد. به این ثروت کوچک دنیا مفتون شود و از آخرت غافل شود و روز به آنجا رود که چیزی نیابد و چیزی نداشته باشد. اینش بد است. اما خود مال چیزی بد نیست، چیزی زشت نیست، بلکه مناسبت انسان با مال را معین می‌سازد که نعمت است و یا نقمت، چیزی خوب است یا چیزی بد. مال میتواند وسیله رسیدن به رضای خداوند و به درجه های بلند جنت باشد و میتواند وسیله رسیدن به پستی ها در دنیا و آخرت باشد. در این قاعده قرآنی نکته است که قابل دقت است دوستان گرامی. اینجا عباره الدار الاخره آمده، یعنی وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، یعنی برای سرای آخرت شرایط فراهم کن. با این مال و داراییت جای آخرانی که آنجا برقرار میشوی و برای همیشه آنجا میمانی شرایط فراهم کن. یعنی ما در سرای اول هستیم و بعد این سرای آخران است که آخرت نام دارد. ما اینجا آمدیم تا آنجا رویم، اینجا آمدیم تا شرایط آنجا را مهیا سازیم، فراهم سازیم. نشود که در این گذرگاه مفتون شویم و با گذرگاه مشغول شویم، به تعمیر گذرگاه مشغول شده از تعمیر قرارگاه ابدی غافل شویم. بنابراین اینجا الدار الاخر، جای آخرانی که انسان اونجا برای همیشه میماند، باید در اندیشه آن باشد. باید مالش را وسیله فراهم نمودن شرایط خوب برای خود در آنجا گرداند. نکته دیگری که در این قاعده قرآنی نهفته است این است که خداوند اینجا با فعل فراموش مکن تعبیر کرده: ولا تنس نصیبک من الدنیا، نصیبت را از دنیا فراموش مکن. ما کی به یک نفر میگیم که فلان چیز را فراموش مکن؟ آنگاه که احتمال میرود که فراموشش کند، یعنی چیزی چندان برایش اهمیت ندارد و احتمال میرود که فراموشش کند، ما تاکید میکنیم که فراموشش مکن. خداوند اینجا به ما بندگان گفته است که نصیبتان را از دنیا فراموش مکنید. یعنی دنیا چنان ناچیز است، چنان کم است، چنان بی ارزش است، با وجودی که مهم است، با وجودی که مال و دارایی یافتن برای زنده بودن مهم است، لیکن خداوند اینجا اشاره کرده است که چنان کم است، چنان اندک است در مقایسه با آخرت که احتمال میرود که شما فراموشش کنید. بنابراین یادرس کرده است که فراموشش نکنید و به مقداری که ضرور است از دنیا نیز نصیب داشته باشید. موفق و مؤید باشید.